یا آقا خیلی خوش اومدین به کانال مهورلد. این دفعه خوش اومدین فارسی زبونا، تاجیکیا و دری زبونهای عزیز. اومدیم با یه اتحاد فارسی دری تاجیکی و اینکه یه موزیک ویدیویی که مثل اینکه سیستم اینجوریه که اتحاد این سه تا زبون با هم دیگه است که خیلی اتفاق جذابیه. 2015 آپلود شده، قدیمیه ولی اتفاق جدیده. میدونی چی میگم؟ یعنی اینکه اتفاق خیلی جالب و با ارزشیه. آرتیستا به این صورتن که اگه اسما رو درست بگم جورا بک موردوف، جونی بک موردوف، حالا داداشن یا چیز نمیدونم. و اینکه مثل اینکه فارسی زبانش اینجوریه که صدرالدین نجمی‌الدین. مرسی به این اسم زیبا. و اینکه آقا سریع بریم کف ویدیو. من که خیلی مشتاقم ببینم که چیه، ولی رپ نیست اونجوری که میوت شد، اونجوری که من فهمیدم چیزه پاپ توریه. بریم آقا بریم، مهم نیست. به 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 به. کشور تاجیکستان. به به. گر ملکی تو شام گر یمن خواهم. ایشون جورابیک موردوف هستن. از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر. به به. چیزه الان اینجا تاجیکستانه دیگه، درسته؟ الان ایشون آرتیست نماینده تاجیکستان اگه اشتباه نکنم. همراهی تو هم گز کفن خواهد بود، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس. سرمایه عمر آدمی یک نفس است. عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی. بچه بال ایشون خانم شال مشکی انگار از فارسیه اگه اشتباه نگم. ایشون خانومی که شال نداره فکر کنم تاجیکستان اگه اشتباه نکنم، یا درست نمیدونم. بذار نگم، حالا که نمیدونم بذار چی نگم. بین شینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی. از تاجیک رودکی رو نشون داد اگه اشتباه نکنم، از فارسی زبونا فردوسی نشون داد، از دری متاسفانه نمیشناسم. بخوایم حساب کنیم کلا دری و تاجیکستانیا و فارسی زبونا کلا یکی هن. یعنی اونچنان فرقی مثلا به اون صورت اصلا نداریم، همین یکی این واقعا. همه جهان یکی ها. خب این شعاری میخوام نشه، همه دنیا همه یکی هن. ولی مثلا ما یکی تریم. دارم اشتباه میکنم. یعنی اینکه اینجوریه که یکیم دیگه آقا، زیاد سختش نگیریم. از بحر زمان آرمه باید داشت، از صحبتش و کنار می باید داشت، از پیش کسی کاری ایشون بهش میخورد فارسی زبون باشه ولی فارسی نمیخونه. کسی نکشاید امید با کردگار می باید داشت. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی
وفا خدا مددگارت باد ایسیان دلی و تو نکشی دادی خداست ای دادی خدا مددگارت باد. ایشون هم فکر نماینده فارسی زبونا بود ولی لهجه داشت. فکر کنم 3 تا آرتیستای به این صورتن که از یه جهان اگه اشتباه نکنم، ولی مثلا یکیشون مثلا فارسی بهتر بلده و اینجوریه فکر کنم، چون که فارسی بود ولی لهجه داشت. میدونی چی میگم؟ تاجیک و یا فارس و یا علی دریه تاجیک و یا فارس و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه تاجیک و یا فارس و یا علی دریه تاجیک و یا فارس و یا علی دریه در هستی و هم بستگی. اونایی که خانوما اومدن معلوم بود که کدوم تاجیکی بود کدوم دری بود، همه رو اشتباه گفتم. آخه میگن هممون یکیم، واسه اینکه هممون یکیم سخته. در هستی و هم بستگی یکدیگریه. آقا هممون یکیم، همه بیایم با هم دیگه صلح کنیم، همه با هم دیگه دوستیم، همه خوشگلیم آقا. خب آقا اینم از موزیک ویدیو تاجیک فارسی دری، بسیار اتحاد زیبا، بسیار با ارزش، بسیار خوشگل، بسیار زیبا. و اینکه همش همینه دیگه آقا، ما خودمون سخت میگیریم. به نظر حالا من بلد نیستم زیاد شعار و این چیزا بدم، حرف دلمه، ولی زیاد سخت نگیریم، زیاد همه یکیم واقعا، همه رفیقیم، همه برادریم، همه خواهریم با هم دیگه، همه کلی چیزای باحالیم. و اینکه یه سری چیزا، یه سری به قولی توهما باعث میشه که ما اصلا دیگه دور شیم، وگرنه هیچ مرزی وجود نداره. دم شما گرم آقا، زیاد طولانی نکنید، لایک و کامنت و ساب یادتون نره تا ویدیوهای دیگه. فعلا.